بنده علی سلطان توی سفیر صلح و دوستی بین تمامی فارسی زبان‌ها در سفر اخیری که به تاجیکستان داشتم واقعا شوکه شدم از این مردم مهمان نواز، دوست، یار، همخون و همریشه. قرار بریم به تاجیکستان زیبا و همراه شیم با این دوست عزیز توریست ایرانیمون که رفته اونجا و یه سورپرایز ویژه داشته. قراره یک فیلم تاریخی در مورد شاه اسماعیل سامانی اینجوری که مشخصه ساخته بشه و ایشون قراره تو اون ایفای نقش کنه. یه ویدیو بسیار جذاب و جالب رو در پیش داریم، با هم دیگه کلی گپ خواهیم زد. شما هم لایک و کامنت رو فراموش نکنید و دکمه سابسکرایب کانال رو بزنید. بریم سراغ این ویدیو. چون این شمشیر رو ببینید، اینا کارهای خود دلاور جان عزیزه، با کار دست، هندمید، چوب گردو و شیر، حتی دندان ها، استخوان، عقاب ها، چوب هم مخصوص چوب چهارمغز. بله چوب گردو ما بهش میگیم. و نمونه دیگه شمشیر اینجا داره. آدم شجاع یک بار میمیرد ولی ترسو هزار بار. اوه چه جمله سنگینی. اینها رمزها از نشانه شاه اسماعیل سامانی است. بالای مزارش این چنین بالای این همه از درفش کاویانی گرفته شده. این تبر بسیار زیبا، دسته چرم پیچیدن دورش. ماشاءالله بسیار بسیار عالی. حالا این سه تاش رو دیدید، نه کماش 40 تای دیگر هست. ماشاءالله باریکلا. فیگور شاهانه میخواین بگیرید. جنگ کن. این کمان کمانی دستی است. ما به خاطر این رو اختراع کردن 3 ماه فکر کردیم. از پوست گاو اگر دانید دایره تبل ساخته میشه. مخصوص پوست گاو، حتی نه این هم پوست گاو است. درسته. همش از پوست گاو و چوب آماده شده است. که این یکی از نمونه‌اش از خیلی با گوناگون است. این هم کمی خردتر است. اصلا در بابت یراق بسیاری ها میگن که این فلانی بود اون فلانی بود. استاد میگفت تمام کشور را ما فارس های یراق سازی را مخصوصا، یعنی همه چی از ما است. همه چی. زنده باد، زنده باد این فرهنگ و هنر. فکر کنم این ابزارهایی که قرار سلاح‌های شاهانه و اون سلاح اصلیه که قراره توی این فیلم در واقع دست پادشاه باشه و استفاده بشه. خیلی به جزئیات دقت شده، خیلی اصول تاریخی فرهنگی توش رعایت شده و بسیار جالب و با کیفیت. همیشه فیلم‌های تاریخی هیجان خاصی داره تماشاشون، به خصوص این که برگرده به ریشه کشور خودت، به ریشه خودت و از یه شاهی باشه، از یک دوره و سلسله پادشاهی باشه که زندگی با کیفیت برای همه مردم بوده باشه. که شاه اسماعیل سامانی همونجوری که در موردش زیاد شنیدیم در تاجیکستان یکی از اون پادشاهان عادل، خوب، اهل هنر، صلح دوست و خلاصه بزرگ تاریخ بوده که در واقع زبان فارسی رو هم تونسته حفظ کنه و کلی تلاش کرده در این رو. ببین قد میشه ای پوست ای بانی پوست. چرا ای پوست فهمیدیم اون این گفتی ای شو قد میشه باید قد بشه. اون به عنوان فن عمل میکنه. اون تنابه نباید کشیده باشه. اون زه باید ثابت باشه با فشاری که میاد. در گذشته از روده آهو استفاده میکردن. روده آهو. میت خرابش کنی؟ اینا هم سپه هست. به مخصوص برای فیلم آماده کردیم. حالا این هم از پوست گاو است، حالا آماده نیست اما ما آماده کرده قالب میسازیم، از پوست گاو آماده میکنیم که در حقیقت نیلوفر این حالا آماده نیست، ولی همش آماده میشود پوست گاو. درست قالب گرفته پرس شده. این حالا همش کارگری میشود، مدت یک ماه بعد آماده میشود. شخصا همش این کاری دستی است. زنده باد. چقدر تلاش و زحمت میبره برای اینکه یک فیلم بخواد تهیه بشه. Spin your passion into a business with Shopify. این همه فعالیت Break sales records از with قبل the world's لازمه. best. چقدر جالب، چقدر قشنگ. اینو برای فیلم شاه اسماعیل سامانی دارم. بله مخصوص تیار دیده ایستاده است. دوار سفر رو برای کینوی شاه اسماعیل سامانی همه را جمع آورده است که این سپر عجب سپری، خیلی مردانه. این سپره، اینو یه پره. البته هر سپر کاربرد خودشو داشته تو جنگ‌های مختلف. یکی پشت
اسب، یکی پیاده نظام و هر کدوم یکی برای سلاح جنگیدن با شمشیر، یکی برای مقابله با تیر کمان. سایزاشون، شکلاشون، مدلاشون متفاوت و فرهنگ‌های مختلف، سپرهای مختلف داشتن. لال شدم من انقدر ذوق کردم اینا رو دیدم. مثلا شما تو جنگ‌های صلیبی شکل سپرها رو شبیه به سپرهای الان پلیسای ضد شورش اینجوری چارگوش مانند می‌بینید. اون از که هم شمشیر است و هم تبر است. عجب این هم کاری دستی است. چیز عجیبی است. ماشاءالله چقدر زیبا، چقدر زیبا، چه ایده ای. چقدر زیبا. ذوالفقار فرق میکنه. آره فرق میکنه. این هم از ما فارس ها است که هم گلی خودمون را دارد و هم بله بله این هم گل های دستی کارها. درسته. تصیب کاری بود. قشنگ و با عشق داره توضیح میده این دوستمون که زحمت کشیده و آماده سازی این. اینو ببین. جنگی وارد میشه. اینو ببین. من جنگی ببین یلی ببین. یل و گنگستر. این هم کاری دستی است. بسیار عالی، بسیار عالی. غلاف هم داره، میره توی غلاف و خطرناک نباشه. این فقط یکی نمونه است. ماشاءالله. و اینچنین چون در واقع مخصوص جنگاورها نبودین، یک کسبی که دوستی است که وقتی که جنگ اعلان میکردن هر کس با محیط خود، با لباس خود برای کشاورز بود. کشاورز بود اومد با فکر شده درست کشاورزیش. این خیلی خوشگله، دسته سبز رنگ. نه خوب. اینقدر خودت ذوق داری، علاقه داری به کارت، ما میگم با عشق توضیح میده. می‌بینیم و عاشق این چیزا کلاه فوتا رو ببینیم. داخلش هم ابر گذاشتن که اینا همشون چیزایی که تو سینما دارن استفاده میکنن ازش. بله بله. کیت چون همه کامپلیت هستن. ما یک نمایش بود با این خاطر. بله. دست. ساعد دست رو میگیره. چقدر دیگر نمونه است که هر یک جنگاور به خود باید روی خود را داره. چی بگیم؟ اینجوری چون ما یک نمایش نوروزی داشتیم. درست اینجور مثل دیگه شونه. نمونه از اینها ما بردیم. اینها برای پیش. این همش کاری دستی است. بسیار. این دلیل در زنگ زد یا موی دستیش در زنگ زد این برای پیش هم؟ پیش است که برای این قلب خودش هم این دوستمون ماشاءالله پهلوونیه به قول معروف ما میگیم، یعنی هیکلی و بدنی و استیلش ماشاءالله ورزشکاری و قشنگ جنگی و خیلی زیاد از این هم برای ساعت دست بکنم خودش هم بازیگر باشه. دست هستن. چقدر زیباست. شبیه آثار باستانی و موزه و تاریخی همین. سیگول درد نکنه چه لذت بردیم. اینا همه تولیدات خود دلاور جانه. ایوالله دلاور خدا قوت. انا که علی جان بیرون تو همین چیز خاص ما به خواست علی کرده بود. علی میگه که پیش ما پیکری‌ها رو ما پیش قربانی صبیر نه دیگر انا ایجار مخصوص من انتخاب کرده بودم که پیش دیگه واسه فرق کنیم برای من بازدیدو کو شمشیر زنی میکنه. انا که حالا وقت جنگه. زنده باشی دست داد. خیلی طولی 2 سال آماده کردیم و چون خودمون در قریب 3 لایحه بین المللی اشتراک کردیم، تجربه گرفتیم و کوشش داریم که فیلم اسماعیل سامانی رو با گالیوود همکاری داریم آماده ثبت میکنه تا که جهانی شود. به به ان شاء الله. قسم فیلم در ایران هم ثبت میشه، در 6 کشور. و قسم فیلم ایران. ایوالله. خصوصا مازندران هم. اوه در مازندران. خسته میشدن روزها می اومدن مازندران رو یک چند خانه رو آتش میزدن و بالاخره میگریختن. دل و گرده یعنی که نداشتن که حمله کنن. درسته. این گونه قصه هم هست. درسته.
بریم اینجا شمشیر زنی. من اینجوری که متوجه شدم شاید ایشون خودش کارگردانه و میخواد در واقع اون فیلم رو بسازه، یعنی میخواد برنامه‌ریزی کنه و این فیلم رو بسازه. عجب فیلمی میتونه باشه. انشالله زودی بیاد بیرون و ببینیم. اینجا هم کیفش رو ببریم. تمرینش یو اف سی البته بیشتر اینجا بچه یو اف سی کار میان آهای و دیگه. ما الان چیکار کم کم تمرین که فردا اونجا بریم. چیکار تمرین کن قراره بیای تو فیلم بازی کنی. همیشه دور. آقا ببخشید اسخایی میکنم. همیشه دور. علی آقا رفت وارد گوت شد. چه جدیه قیافه علی رو ببینید. علی آقا این دوست ایرانیمون کلا چه تمرینی. استاد و مربی شمشیر زنی هستم برای فیلم‌های سینمایی از ایشون استفاده کنم برای تدریس. من شاگرد ایشون هم نمیشم. انجام زدن کمی دست شما شخ است. باید آزاد باشد. یک دو یک آزاد. چون وقتی که شما میزنید بسیار خوبا رو شما صرفه میکنید. درست. در چند ضربه دیگر چون خسته میشنید. تمرین کن. عادی چی هست؟ استفاده بودیم چون خیلی با ضربه رو و خود میزنم. چشم تو چشم. آفرین. خیلی هیجان انگیز و باحاله. یاد گرفتم دست گل این هم از تمرین امروزش. تمرین جلوبر سفر رو سربرند باشم. من در دورای چیمان این استودیوم کردگیم کم کنم. فقط اولین قدم است. این اولین قدم است. دست عادت کردن است. من در دورای کردم. قشنگه، جالبه. حالا ببینیم قراره واقعا نقشی گرفته بشه برای این فیلم و سورپرایز میشیم قشنگ اونجا دیگه. من فکر میکنم یعنی حسابی قراره لذت ببریم از اون فیلمی که قراره بیرون بیاد و کلی اتفاقات قشنگ، کلی فرهنگ زیبای تاجیکستان اونجا به نمایش در میاد و شاه اسماعیل سامانی است دیگه. این فیلم در اون رابطه است و قطعاً خیلی قشنگ میتونه باشه. آنها بنده علی سلطان توی سفیر صلح و دوستی بین تمامی فارسی زبانها در سفر اخیری که به تاجیکستان داشتم واقعا شوکه شدم از این مردم مهمان نواز، دوست، یار، همخون و هم ریشه. دوست مراد عزیز رو دعوت کردم و با خودم به ایران آوردم. قرار جاهای دیدنی و بر سر خاک و مزار بزرگانی همچون سعدی شیرازی، حافظ و خیلی جاهای دیگه بریم. بازم یک تشکر ویژه میکنم خدمت مردم عزیز تاجیکستان. درود بر زنده باد، زنده باد. چقدر قشنگ، چقدر زیبا. خلاصه که این سفر پرماجرا و قشنگی بود و بیش باد. همیشه میگیم از این سفرها و از این رفت و آمدها انقدر زیاد بشه که کلی اتفاقات فرهنگی قشنگ، کلی کنسرت‌های موسیقی، کلی هنرمند داریم، فیلم‌ها در کنار هم ساخته بشه و خلاصه این باعث یک همدلی و اتحاد بیشتری بین همه فارسی زبانان بشه و با امید موفقیت بیشتر این علی آقا که زحمت کشیده و این ویدیوها رو برای ما به اشتراک گذاشته. امیدوارم که با ما همراه بوده باشید، لذت برده باشید و به زودی برمیگردیم با کلی اتفاقات قشنگ دیگه بین ایران، تاجیکستان، افغانستان، این سرزمین‌های فارسی اصیل. به امید دیدار.